و از این رو احساس سردی مرسده را با تلخکامی درک و با تمام وجود حس می کرد. اما باز وعده دیدار به آینده می داد. شاید خستگی مزید بر تشدید این احساس شده باشد و شاید با دیدن گردنبند مروارید سیاه اندکی گرمای آن لبخند سرد بانویش بیشتر شود. سرانجام نوبت رسید به وداع با پدر و مادر و رهسپاری به سمت خانه. به آن سویی که با مرسده نام کلبه عشق را سالها پیش به آن اعطا کرده و باور داشت. ناخدا با علاقه خاصی به مأوایی که مدتها بود از آن دور بود مینگریست. باغچه زیبای جلوی در خانه را دید، مملو از گلهای رنگارنگ و زیبا که حاصل سلیقه مرسده بود را بار دیگر نظاره کرد. اما داستان لبخند بیرنگ مرسده اینجا نیز تکرار شد. در ورای رنگهای گلها نوعی دلمردگی و خستگی را در باغچه حس می کرد. برخی از گلها و گیاهان از بین رفته بودند و این فقدان گیاهان ناخدا را بسیار متعجب می کرد. از مرسده پرسید: چه بر سر باغچه‌ات آمده است؟ برخی از گیاهانت نیستند. و مرسده با بی تفاوتی پاسخ داد: هر کسی روزی می آید و روزی هم خواهد رفت و اینها هم تنها چند گل و گیاه بودند. ناخدا هیچ نگفت. به داخل خانه رفت و شاید به نظر می آید که هیچ چیز تغییر نکرده بود. اما فضای خانه نیز سردی خاصی داشت. دیگر دست گل تازه چیده شده و روی میز ناهارخوری دیده نمی‌شد. بوی خوش عود که سوغات سفرهای دور ناخدا برای مرسده بود و همواره به مناسبت ورود او فضای خانه را عطرآگین می‌کرد هم غیبت آشکاری داشت. ناخدا حس می‌کرد که مرسده منتظر او نبوده است. این فضای مرده آشکارا این احساس را به او می‌داد. اما دخترک زیبایشان هنوز بوی زندگی را به آن ماتم کده داده بود. مرسده بسیار سردرگم بود و این را ناخدا حس کرده بود. ولی هنوز به گردنبند مروارید امید زیادی داشت و منتظر بود در یک خلوت دو نفری نشان وفاداری و اندیشه به او در سفر را به مرسده بدهد. تا قبل از مهمانی شام زمانی باقی مانده بود و ناخدا منتظر بود پیش از مهمانی شامگاه دوباره گرمای مرسده را نظاره کند. لیلیا غرق در هدایای پدر بود و در اتاق خوابش در دریای از تحفه‌های ناخدایی عرش را سیر می‌کرد. ناخدا که شاهد شادی دخترش و شیفتگی او در دنیای هدایا بود به دنبال جعبه عاج فیل رفت و آن را جلوی مرسده گذاشت. مرسده باز یکی از لبخندهای غریبانه خود را به ناخدا زد و پرسید: باز هم هدیه دیگر برای من؟ به راستی از هدیه آوردن برای من خسته نشده ای؟ ناخدا با لبخندی به مراتب گرمتر پاسخ او را این گونه داد: خسته از آوردن هدیه برای تو؟ بهتر نیست به جای این سؤالهای آزاردهنده بپرسی این هدیه چه میتواند باشد؟ ولی لازم نیست. قبل از اینکه بپرسی جواب آن را خواهم داد. این هدیه یک همراه همیشگی برای ناخدایی بود که در طوفان‌ها و قهر دریا و در زیر خورشید سوزان روزهای آفتابی تنها به همسرش می‌اندیشید
و او را طلب می‌کرد.